असली वतन में जन्नतें पुरचा हजार नेमतें नेक बाद हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेक बाद हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुंगीज गुन अल्लाह मेरावानो बख्शो के नामा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के दुआ व जोड़ो सरबुरजो सोबिन बेत इज्जतमंद ब्रासुगाना राज कश्मा गिंदेत मरूची बियक लीबो ग्वाजी फट्टो मैदाना हस्तन व ई पिरियाम शनिमरोज विलायत शौगानिस्तान मिल्लिंग गोशगिंदा शिंको तालाना बीत उम्मीद के शुमारा दोस्तों पसंद बीत उठन के मरूची बे फुटबॉल लीबो ग्वाजी बारवा गुंकस के जिम्मेवार इंतई वरनानी कश्मा गिंदे तो चारेत कि वरना मशगूलन तो लेबो ग्वाजी कनन सरपदीब दन रवंद के ई बाजी कुनानी जिम्मेवारा गिंदन तो मुशमारा प्री जिम्मेवारी वास्ता सरपद कन उम्मीद दारिन के तागुड़ सराय पिरिया में गुनम्मा हमराग बेत हम में गिंदो को चारोग बेत शिकानी दिल मौला गोतिया दानिन थिया शिकानी दिल कुर्बान पातिना मानन थिया शिकानी दिल कुर्बान पातिना मानन واججام منتنا بچیه کنه دا کیسته اگه وطرا پما و عزیزین گندو کن درستی کنه باز واشبه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحیم اسدی هستم، مدیر مسئول چمن ورزشی محمد صلاح و همچنین استاد ورزشی امی اکادمیه. من نتوارن ششما واججان وقت دا چی مسئولیت داره چیه کنه سالونه تا و امیران که معلومه بید مربی هم هستید و پی باراگ مارا سرپدیدید باز واشبه. به مدت 3 ماه است که می سالن یا مجموعه ورزشی محمد صلاح که جوروتا امین نشی مدیریت من گفتون و در کنار ای اکادمی هم است به اسم امی چمنکا به اسم محمد صلاح که مسئولیت تمرین و آموزش و پرورش افرادش 12 سال تا 18 سال به عهده داری. و چون مدت که فوتبال کنه چون سالگی شروع کرده ای رشته فوتبال ادامه داده و تمروچین روچا باره انونم گوازی کنه نکنه پی بارا گمارا سرپدیده 1388 که شهران ماتن به افغانستان به شکل رسمی و حرفه‌ای فوتبال شروع کردن. ابتدا تیم پیام افغان تا مسابقات دسته که تامان اشتراک کردن. نزدیک 3-4 سال دسته که تامان گوازی کردن. بعد شایی به تیم فوتبال سیستان شدن. 2 سال کامل به همراه تیم فوتبال سیستان مسابقات اشتراک کردن. 1 سال قهرمان بودن. به همراه تیم فوتبال سیستان اما به مسابقات خارج ولایتی به ولایت هلمند شدن. اون تورنمنت داشتن. بعد 2 سال تیم سیستان جتا بودن دوباره به تیم پیام افغان و تی سابق تیما برگشتن. به مدت 2 سال بعد اون گوازی کردن لیگ برتر تا بعد از 2 سال پیشنهاد تیم الکوزه پمن راست و بعد تیما شدن نزدیک 5 سال الکوزه تا ما گوازی کردن و 3 قهرمانی جام حذفی به همراه تیم مندارین چون سفر ولایتی اما داشتن به همراه تیم الکوزه. بعد از 5 سال تیم الکوزه جتا بودن به تیم ریشه‌دار انقلاب پیوستن. به مدت 2 سال انقلاب تیم گوازی کردن. اون نام افتخارات دستاوردهای اما داشتن به همراه تیم انقلاب. بعد از 2 سال به تیم انصاریه شدن، یک تیم باز جوان و با استعداد و باز منضبط و منظم تیمیت تجربه جدیدی و خوبی پمند. 2 سال کامل تا تیم تا گوازی کردن. واقعا یکیش بهترین تیم‌ها که ما تجربه کردن به همراه تیم انصاریه. شهر لحاظ تیم با نظمیت مردم های هوادارتان استقبال کردن احترام کردن. 2 سال کامل گوازی کردن قهرمان جام حذفی بودن به همراه تیم اتحاد. البته اتحاد تا دستاورد هم داشتن به عنوان بهترین بازیکن اما ولایت انتخاب بودن اما تورنمنت تا بعد 2 سال تیم اتحاد جتا بودن که دوباره به تیم انصاریه پیوسته بود. الحمدلله چون سال تا افتخارات باز داشتم چون قهرمانی در لیگ به تیمان مختلفی که نام گرفتن دسته که تا قهرمان بودن بهترین بازیکن بودن جام حذفی تا بازیکن اخلاق بودن پاری لیگ برتر تا آقای گل جام ادارات بودن پاری آقای گل جام معرف بودن بهترین بازیکن جام ادارات بودن. دیگه الحمدلله در کنار امی افتخاراتی که من کسب کردم
امی دوست و تیم کاری گومن بوتا مدیون اوانو شموچ مربیانه که گومن کار کرده شموچ بازیکنان نی بغل بازی کرده و شموچ دوستام کاری که نه کبوتن اینی موافقت باز نقش داشتن یعنی فوتبال یک ورزشی که به تنهایی پیش برده نبی و نیازمند گوتی همکارانه گوتی هم تیمیانه مربیانه و گوان منظم و منضبط حرکت کنه تا به یک افتخار برسه الحمدلله تمام افتخارات که من چون سال تا به دست آوردم مدیون مربیانه نامش بازن واقعیت و تمام تیمانی که من بازی کردم واقعا مدیون و تمام موفقیتانا من شاوان گندیم به خاطر که اوان زحمت بودن اوان همکاری بودن نیم تیمیانه که واقعا هر تیمی تاشتون که گومن کار کردن واقعا شاوان خاطرات خوبی دارین و تمام موفقیت مدیون اوان هستم. منتوارم شما باز واشین سرپدی داد چی حس پیدا بود که شما ای ورنان ذمه‌واری گردن گرفته و ایشان تشویق کرده که ای تربیت کنتش که افتخار آفرین پوتی جامعه و ملت و مملکت کسب کنند چون شوق علاقه که ما به فوتبال داشتن شما دوران طفولیت و گوندکیا آرزو داشتن یک بازیکن خوب بین که دغل پتی ولایت و فامیل دست آورده که افتخاری داشته بین و در کنار ای آرزو داشتن یک مربی خوبی هم بین که الحمدلله شروع کردن ان شاء الله که توانن مستر خدمت بین به می جواننا آرنگین امکاناتی که انو زاگداران ما وقت نداشتن رسیدگی به ما کمتر بود اصلا رسیدگی وجود نداشت اما جن ما چیزی که یاد داشتن شمی تلویزیون انا شمی یاد دیستن گوازی انا شدیگران گوازی اسئله کردن یک چیز یاد گرفتن ولی آرنگ به طور تخصصی شکودکی اب مثلا کار نبود به می خاطر گواد عهد و پیمان کردن که اما مشکلاتی که نی سراتی رو اما عدم امکاناتی که من داشتم امیشانا توانی به دیگه نسل انتقال دینا به دغل آوان بیباره مکن ما چیزی که یاد گرفتم اما مشکلاتی که من داشتم شماوان درس گیرین و امین نسلی کن وست ای بدون مربی بدون امکانات مبن نی یاد و پیمان گمان میشد که من توانی مستر خدمت بین دغل اگر من نتوانتون مربی داشته بین اگر من نتوانتون که به شکل حرفه‌ای و مسلکی فوتبال دیمابرین حداقل این نسلی که است واقعا استعداد دارن امی شبیه مربیه شبیه امکانات پس ممانه اما 4-5 نفر شولات نمروز به کندار انتخاب بودن به حساب کرس مربیگری که الحمدلله اونم زحمت باز کشتن تلاش باز کردن و توانتن بهترین مربی در سطح زون بین اما چیزی که یاد گرفتن اما مصرفی که حکومت هم مثلا کرده اما چی که به مثلا تلاشی که داشتن مثلا ام ضایع ما بیت میشه بیان اما چیزی که یاد گرفتن به خدمت می جوانان بلن که ان شاء الله می هم استفاده کنن و توانن که دغل پوتی ولایت تا پوتی کشور یا خدمت کنن اما بازیکن باز داشتن ناصر احمدین که عضو تیم ملی 23 ساله و احمد شاهین که مسابقات لیگ برتر افغانستان تا می دوره دیمتر بازی کو عبدالرحمن محمدین که عضو تیم مسلم به مسابقات شو اشتراک کو و ابراهیم نیازین تا که تیم مسلم کام به مسابقات لیگ برتر افغانستان اشتراک کو ای ورنه که نون مشما گندن که لیبو گوازی کنند یا تمرین ندهیت شانه ای شان تعداد به چون نفر رسید و چون تیمن تو تعدادش به چی کسا هستی تو 6 ساله تا 4 ساله شامل بی که دا توانه آوانه تمرین ده اما اکادمی که است چون رده سنی دارید 12 سال 14 سال 16 سال و 18 سال و شان تایم متفاوته نظر به سن ساله شان تایمان جتا کردن چون ام سن سال که بین رات توانن و ما استعدادنا و ما توانایی نشان دهن 12 سال و 14 سال هم یک تایم تاین و 16 سال و 18 سال هم یک تایم تاین متفاوته اول هفته شروع بیتا جمعه اما 3 جلسه به 12 سال و 14 سال وقت تمرینی دارن و 3 جلسه هم هفته تا به 16 سال و 18 سال وقت تمرینی دارن من نتوارن ششما ای گوندو یا میان ساله که پیلا نشانه آماده کنید و تمرین دهید ایشان حمایتگر که پس و ماسش هستند نشانه ای اجازه دادند که شما شان ذمه‌واری اود گوشما گپ پتران چیز کرتان که مسئولیت بشمه عهده دادند و تکارند و ای ذره پول چیزی هم دیم پیلی بگوازی یا نه پی بارا گمار معلومات ده وشبه مسلمان وقت مشما بردن که رده سنی جوانان زیر سنن طبیعتا خانواده نقش اول دارید مهم نقش دارید چون بدون اجازه اوان واقعا امیر ده سنی سکن که مثلا محیط آنندگی تا اشتراک کن 100% شان خانواده والدین گما در ارتباط اما گوشان ارتباط دارن
حتی بعضی وقت اکثر وقتا والدین کان بسبب تشویق و زاگه و براسه و فامیلیا که باعث اوان حمایت تبید حتی ماش اوان درخواست کنن یک روز اگر پروگرامی دارن یا برنامه دارن ما هر ماه بهترین بازیکن انتخاب کنن موثرترین بازیکن و انتخاب کنن و در با حضور والدین اوان تقدیرنامه یا جوازی که در نظر گرفتن با اوان دن چون اوان حضور والدین حضور تمرین انت باز موثر تمام باز انگیزه بید باز اوان پیشرفت بید و امی حمایت خانواده یک بازیکن پیشرفت باز تاثیر دارید باز هم تقاضا والدین همیشن که وتیزاگانا به امی اکادمی کسان اوان ثبت کنن اوان نظارت کنن اکادمی سرا حضور داشته بین کم باعث پیشرفت اون زاگه بید هم باعث تنوع بی ما اکادمی تا باعث احساس مسئولیت بید ما کسی که تمرین دان امی زاگان مسئولیت گرفته اوان چی هم بید منتوارن ششما ای بازیکن پس شما کشان مثلا مربیگیری کنید و ایشان به حساب تربیت کنید و آماده کنید شما را پول و زر چیزی دیند یا فقط وقت پول دیند شما وقت شیشان نیمه مثلا پول و زر کٹ بیت پشما نبید پی بارا ما را معلومات ده چون چه کسی که مکان شخصی است به می خاطر ما فقط پول وقت گران بعضی بازیکن هستند چون کاتگوری ان بعضی ندارن غریب بازیکنان که اما شوان فیس نگیرن رایگان اشتراک کنن واقعیت بعضی مثلا ندارن کمتر ده اما یک معیار تعیین کردن که بعضی جلسه دن بعضی پس شکان که ما به ما و تیمی زاگه فیس دن بعضی مفتوارن فرق که تفاوت که خوی وسط تا بازیکن دارن که با استعدادن ولی غریبن واقعیت چیزی ندارن که ما باز اوان معاف کردن که اوان سرا سختی می چون بعضی وقت می شرایط اقتصادی خانوادان واقعا خوب نه اگر ما سرا باز سگرن شمی اکادمی شمی تمرین هم جتا بین که دیگه محیط انتارو که باز مناسب نه دیگه فقط اما فیسی که جمعوری بید اما وقت سالون یک بید بیش گیشتر وسایل امکانات ما گرن مثل مانع ما خریداری کنن توپ گرن یا کاوری گرن شمی بودجه گرفته بید چون اما نه اسپانسری دارن نه کسی ما را حمایت کن گیشتر اگر یعنی پولیمانیت پدی می زاگان سر مصرف بی آوان مانع بی آوان توپ بی آوان کاور بی حتی گاهی وقت ما بازی دوستانه گرن یک آب میوه یک آب مدنی گرن که آوان خرج و مصرف بید که شمی مکان به بهترین شکل استفاده کنن پاوان لذت بخش بید واجه عبدالرحیم جان والله رازك ما گندند ای چی هستند که و ایشان هدف چینش ایشان کارته تدا و هر نیمه نقش و نگار کرته تشان اگه پی بارا ما را سرپدیدت باز واشه بیان ایشان موانع گوشن به خاطر حرکات بازیکنن یکی از دلایلی که بازیکن تکنیک بالا رو کار انفرادی بالا رو همین موانع هستند که باعث بالا بردن کیفیت بازیکن بی چون گوتوپا حرکت کنه شمانه وسط حرکات بدن روان به می خاطر پیک مربی اولین چیز نیازی که بازیکن توپ سره مسلط بید گوتوپا راحت بید به می خاطر مانع آسانترین راه و بهترین راه به میشن که بازیکن گوتوپا مسلط بید حرکاتی که رود شمانه وسط ای بدن ایار بید و توپ به عبادت چسبید و کیفیت زودتر بالا رود وقتی که حرکات انفرادی بازیکن بالا شد توپ به پاده چسبید و شای پاده زیاد جتا نبود باز ما راه توانن کاران تاکتیکی اجرا کنن گمه توپا چون تا بازیکن کار انفرادی کار تکنیکی بالا مرد کار تاکتیکی می جواب ندن و مشما زنه فوتبال کار تاکتیکی است که چون نفر یک مجموعه گم کار کنن و اگر تاکتیک اشتباه بید تیم ضربه ولی اگر تاکتیک تیم درست بید کار تیمی درست بید تیم نتیجه گیرد و قبلش تاکتیک بعد تکنیک بازیکن بالا بید و این معنی بازیکن تکنیک بالا با کار انفرادی بالا بر و مربی کارا آسان است واقعیت یک چیز ثابت شده علمی است که ورزش بهترین درمانه و سپره واجه عبدالرحیم جان ای پت و میدان مسئول یا مزن که است گوشمای زمینه تمرین و وقتانی تا و پوله داتن وقتا به حساب گوشما کمک و همکاری داری تی زمینه تا یا نه ما معلومات و سرپدی بده توشه بیان ایشی اما بنیانگذار یا ایشی سازنده یا ایشی واوند که است رسول بگزادن که واقعا که خوبه مردم واقعا گمام کاری کرتا و همکاری کان باز متواضع مردم که ما شایباز راضیان امی جوان حمایت کنند در بعض وقت ما منا تورنمنت برگزار کنن جام برگزار کنن یا تقدیر و تشویقی دارن بازیکنان اشتراک کن
یعنی تشویق کن بازیکنان اون جمعیت تاکید واجی عبدالرحیم جان غیر شا تمرین داتن و فوتبال و پټ میدان سرمربیگیری او ای ورنانیا دیگه وظیفه هم ایشی کنار او ایشی کنکا دارد پی بارا مرا معلومات ده واشه بین ششما بله در کناری وظیفه که من دارین من سرمعلم مکتبون لیسه شهید گل اومده به مدت 7 سال کنم سرمعلمون و قبل شایی به مدت 6 سال لیسه قلمت سرمعلمتون که می وظیفه معلمیه که واقعا مقدس دارین دیما برین و نگفتم من اکثر شاگردی که تمرین کنن همه مکتب شاگردن تشکر ششما واجی عبدالرحیم جان که وقتی قیمتی وقتا به ما داته تو گونه ما هم گپ پوته تو ما را باز یک وشین سرپدی ما را و عزیز گندو کو چارو کانا داتت منتوارش می باز واشوتن ششما خواهش کنم خوشحال بودن امام افتخار کنن گو شما هم صحبت بودن تشکریه کنن شما واقعا زحمت کشه خدا شما را خیر ده تشکر زنده عزیز گندو کان راز کشما گندت یک ورنای نوکسالن مش به کنک هستی تو حضور دارید که گناهی هم گپ بیان که وطرا پا ما و پا شرفدار گندو کان درستی کنه باز واشه بیان بسم الله الرحمن الرحیم ننیم بنیامین انت 12 سالک ولایت نمروز بنیامین جان چیه کنه و چون وقت که پا تمرین که فوتبال یا اگه پی بارا مارا معلومات ده واشه بیان من په خاطر تمرین کاین تمرین خوش دارین په خاطر ورزش باز خوش دارین چون مدت که که یک ماه بی یک ماه که بید چون انشوتی ذمه داره کسی که شما را تمرین دن تو چینگ واجی عبدالرحیم جان شما سرا تلاش و کار کن نکن چیزی یاد گرفته راضی است شکر خدا راضی استاد عبدالرحیم په ما جوان تمرین دن جوان تمرین دن شای راضی ام باز شکر راضی شای خیر گنده تشکر عزیز گندو کان راز شما گنده یک نوک ورنای منی پانا دا وشتاته گند که پلیبو گوازیو تمرین آتگی تو لوٹید گون مشما همگب بیت روان که گوی واجه درستی بیان بسم الله الرحمن احمد 13 سالک ولایت نمروز هستم احمد جان عزیز چیه کنه دا و چون مدت که پا لیبو گوازی تمرین که یک ماه بید که اتان په تمرین کنین چون انت ذمه‌وار شما که واجی عبدالرحیم جان نام دادی تشمه مربین تو کسی هستی که شما را تربیت کن تو فوتبال یاد دادن تو لیبکنو که گوازی کرتنا چون انت اخلاقی گوش ما چرا کم برخورد کند آیا چیزی هم شاید گفته یا نه اما شایی اخلاق دیستن بازی دیستن یار رو چیتی که ما چی یاد نداشتن یک ماه بید که اتان انو مچ چیزان یاد دارن خیر گندید اما باز ورزش یاد دادن چون این پوتی جنده امسات هو گوندو کان که مشمه گندو کو چاروک هستند تو ورنای کشمه ششما توتر یا گوانتر هستند شما هم سن و سالم پاوان چی یک سوگه داره پاوان پیام داری که هم بیان چونیه ادا ورزش کند و پوتی سلامتی خاطر فکر کنند باید جوان جا انت ورزش کند احمد جان عزیز غیر شا لیبو گوازی و فوتبالا در سموانه یا نه در سوانین متعلم صنف هفتم هستم چون شگسه نیمگا پس ماس حامی مزنترین کسی هستی که ترا تشویق کن تو تی طرفدار بی تو ترا گوشی که ورزش خوبین چیزی و ترا طرفداری کن تو پا ورزش تشویق کن نی پس نی براسم مچ نا تشویق کن شوانم خرگندی کنین مچ با من کمک کرتی که من انو ادا تمرین کنی خیر گنده تشکر زندگی به سلامت عزتمند گندو کا مشمه رپورت به گرد سر رستگی تا دیگر پیریام عزم موکل لوٹین الله شمه ساتوک بیت